این ویدیویی که ما الان در حال ساخت اون هستیم پیش درآمدیه بر معرفی افکت ها در صدا برداری. من به شخص افکت ها رو به دو دست خودم تقسیم میکنم: افکت های آرایشی و افکت های پالایشی. افکت های آرایشی افکت هایی هستن که ساختار صدا دچار تغییر نمیشه، یعنی ماهیت اصلی صدا حفظ میشه و صدای درای و خشک توسط این افکت ها در بر گرفته میشه و حاله از این افکت ها صدا رو در بر میگیرن و اصطلاحاً صدا وت میشه، ولی ساختار صدا بدون تغییر باقی میمونه. ولی افکت های پالایشی افکت هایی هستن که نقطه بازگشت دارن، یعنی بعد از اینکه شما اون افکت رو اعمال کردید و صدا دستخوش تغییراتی شد، دیگه برگشت به اون نقطه اول غیر ممکنه. به همین دلیل توصیه میشه از چنین افکت‌هایی مثل کمپرسورها یا اکولایزرها به دقت استفاده کنید. یعنی اصولا صدا برداران با تجربه از این افکت‌ها در برنامه‌های زنده استفاده میکنن. ولی در مراحل پست پروداکشن، یعنی در استودیو، شما نقطه بازگشت دارید. حالا هر وقت تصمیم بگیرید میتونید افکت رو بردارید یا بایپاس کنید از روی اون ترکی که قرار دادید قبلا افکت روش. به همین دلیل ما میخوایم یک سری برنامه‌ها بسازیم، حالا در چند قسمت، که هر قسمت معرفی یک افکت رو ما براتون داشته باشیم که شما بیشتر با افکت‌های پالایشی و افکت‌های آرایشی در صدا برداری آشنا بشید.